سلام به بهترین رفقای کل کهکشان راه شیری، خیلی مخلصیم. دوره رایگان معامله‌گری بدون نقابه داریم ادامه میدیم. جلسه 4 این دوره 0 تا 100، یعنی اگر مبتدی باشی و هیچ شناختی از بازارهای مالی نداشته باشی، از معامله‌گری ترید نداشته باشی، یا حتی کلی آموزش دیده باشی و نتیجه نگرفته باشی، قطعا این دوره آموزشی نیازتو برطرف میکنه و بهت کمک میکنه در بازارهای مالی از طریق معامله‌گری در کوتاه مدت سودای جذابی به دست بیاری. پس اگر جلسات قبلی ندیدی، برگرد ویدیوهای قبلی حتما نگاه بکن، کانال سابسکرایبش بکن، این زنگوله رو فعالش بکن، جلساتی که هر دوشنبه و چهارشنبه آپلود میشه رو از دستش ندی. بریم سراغ این جلسه آموزشی. تو جلسه آموزشی قبلی در مورد امواج حرکتی صحبت کردیم و گفتیم مرز بین 90% تریدرهای شکست خورده و 10% تریدرهای حرفه‌ای و موفق که از بازار سود مستمر میگیرن شناخت امواج حرکتیه. تریدرهای شکست خورده اونایی هستن که میخوان هر موجی و هر چیزی رو در بازار ترید بکنن، همش میخوان در حال معامله باشن بدون اینکه بررسی بکنن آیا این موجی که دارن معاملش میکنن در جهت بازاره، در جهت رونده یا خلافشه. امواج خلاف جهت ما رو غرق میکنه، ما رو پرت میکنه عقب، به ما ضرر میرسونه، حتی ممکنه سرمایه‌مون رو از دست بدیم. تریدر حرفه‌ای فقط جنبش‌ها رو ترید میکنن، یعنی میان امواج اصلاحی بررسی میکنن ببینن کجا تموم میشه و اون جنبش رو معامله میکنن در جهت بازار، در جهت روند و سود جذاب از بازار میگیرن. شما وقتی جنبش ها رو معامله بکنی قطعاً فول تارگت میشی. اگه به اشتباهی هم معاملاتی داشته باشی یا بازار تغییر جهتی داشته باشه و تو ضرری بکنی، آنچنان این جنبش ها به تو سود میرسونن که تمام اون ضرر رو میشوره میبره، یه سودی هم برات میذاره بمونه. ولی یه تریدر مبتدی، یک تریدر شکست خورده، یک تریدر آماتور میاد اصلاح ها رو معامله میکنه. اصلا میخواد همیشه معامله بکنه دیگه. بعد شانسش میاد چند تا موج اصلاحی رو ترید میکنه، ضرر پشت ضرر، عصبانی میشه، ناراحت میشه، میخواد از بازار انتقام بگیره و جن میزنه یا اصلا سرمایه‌اش کم میشه دیگه، دل زده میشه برای ادامه تریدش و اون جنبشی که میتونه سود بهش بده و همه اون ضرر رو جبران بکنه رو میاد از دست میده. شناخت موجه اصلاحی خیلی مهمه و تو این جلسه من میخوام رو موجه اصلاحی کار بکنم، در موردش صحبت بکنم. چرا مهمن؟ شناخت موجه اصلاحی به من کمک میکنه خلاف جهت بازار ترید نکن. شناخت موجه اصلاحی به من کمک میکنه بفهمم کی قراره جهت عوض بشه. شناخت موجه اصلاحی به من کمک میکنه که در انتهاش وارد بشم و یک جنبش رو ترید بکنم و سود جذاب به دست بیارم. پس خیلی مهمه حواسو جمع. بریم سراغ بررسی امواج اصلاحی. موجهای جنبشی تکلیفشون مشخصه، فقط یه نوعن، شناختشون هم کار سختی نیست اگر اصلاح ها رو بشناسی. اما موجهای اصلاحی 3 نوعن و ما میخوایم در مورد این 3 نوع صحبت بکنیم. فرض بگیرید این یک موج جنبشی به سمت بالا. ما اصلاح ها رو میایم 3 دسته میکنیم: اصلاح زمانی، اصلاح قیمتی و اصلاح ترکیبی. بریم ببینیم اصلاح زمانی چیه. موج اصلاح زمانی موجیه که میاد زمان رو از بازار میگیره، میاد زمان مصرف میکنه، وقت تلف میکنه. ما یک جنبشی داریم، مثلا یک موج جنبشی رو به بالا داریم، حالا یک موج اصلاح زمانی میاد وقت تلف میکنه، زمان میگیره از ما، قیمت داره استراحت میکنه، نوسان زیادی نمیکنه و داره مثلا 4 ساعت 8 ساعت یه روز 2 روز استراحت میکنه، آماده میشه برای پرتابش. این استراحت محلیه که عمدتاً معامله‌گرهای دیگه دارن معاملاتشون رو انجام میدن، اوردراشون رو پر میکنن که همراه بشن با جنبش بعد. امواج اصلاح زمانی موج‌هایی هستند که شیب کمی دارن، ببین شیب کمی دارن، زمان زیادی مصرف میکنن و بخش کمی از طول موج جنبشی قبل خودشون رو اصلاح میکنن. یعنی یه بخش کمیشو اصلاح میکنن. چقدرشو اصلاح میکنن؟ یک موج اصلاح زمانی میتونه از 1% تا نزدیک به 60% ارتفاع جنبش قبل خودش اصلاح بکنه. یعنی از 1% شروع بکنه به اصلاح تا 60% جنبش قبل خودش بیاد اصلاح بکنه. ویژگی بارز امواج
اصلاح زمانی اینه که کندل هاش کندل های دوجی هن. تو جلسه کندل ها در موردش صحبت کردیم کندل دوجی چیه. ظاهر کندل ها ترکیب کندل های دوجیه. مثلا میبینی قیمت 7-8 تا کندل دوجی داره میزنه و با یه شیب ملایمی داره به سمت پایین میاد، یا مثلا 4-5 تا دوجی میزنه، 1-2 تا استاندارد هم داخلش داره و داره آروم آروم به سمت پایین حرکت میکنه. امواج اصلاحی دارن زمان میگیرن که جنبش بعدی رو بسازن و عمدتاً بعد از این حرکت اگر جنبش رو به بالا باشه ما دوباره یک جنبش رو به بالا داریم. اگر جنبش رو به پایین باشه، یعنی برعکس باشه، جنبش رو به پایین باشه، اصلاح زمانی رو به بالا باشه، دوباره یک موج جنبشیه رو به پایینه قوی رو داره. موج بعدی، اصلاح بعدی، اصلاح قیمتیه. اصلاح قیمتی چه موج اصلاحیه؟ موج اصلاح قیمتی موجیه که میاد در یک بازه زمانی کم بخش زیادی از ارتفاع جنبش قبل خودش رو برمیگرد. یعنی نمیاد زمان مصرف کنه، میاد قیمت مصرف میکنه، میاد سفارشاتی که تو موج جنبش قبلی جا مونده رو میاد همه رو جمعش میکنه. عمدتا میاد تو 2-3 تا کندل استاندارد یا کندلای لاین بار یه دفعه قیمت میاد پایین، بخش عمده ای از این موج جنبشی قبل خودش رو برمیگردونه، سفارشاتی که اینجا جا موندن همه رو پر میکنه و بعد دوباره جنبش بعدی رو میسازه. موجای جنبشی از نظر ظاهری عمدتا کندلای استاندارد و لاین بارن. مثلا میتونه یه دونه لاین بار باشه، میتونه 2-3 تا استاندارد باشه، میتونه ترکیب استاندارد و لاین بار باشه و تو تعداد کندل کمی ارتفاع زیادی از جنبش قبل خودشونو اصلاح میکنن. چقدر؟ یک موج اصلاح قیمتی بین 10% تا 100% ارتفاع جنبش خودشو میتونه اصلاح بکنه. یعنی میتونه تا ته این بیاد، از اینجا تا اینجا میتونه بیاد تو تعداد کندل کمی. مثلا اگر این بیاد تو 7-8 تا کندل اصلاح بکنه اصلاح زمانی، این میاد تو 2-3 تا کندل اصلاح میکنه اصلاح قیمتی. اما موج اصلاح بعدی اصلاح ترکیبیه. اصلاح ترکیبی چیه؟ ترکیبی از موج اصلاح قیمتی و اصلاح زمانیه. ترکیبی از اصلاح قیمتی و زمانیه. یعنی هم ما در اون اصلاح از نظر قیمتی اصلاح میکنیم، هم از نظر زمانی. مثلا هم داره زمان رو مصرف میکنه، هم به یک باره قیمت میاد یه بخش از جنبش قبلی خودش اصلاح میکنه. یه موج اصلاح ترکیبی میتونه 2 تا قیمتی باشه یه زمانی، میتونه 2 تا زمانی باشه یه قیمتی، میتونه انواع مختلفی داشته باشه. که حالا ما بهتون میگیم اصلاح قیمتی، اصلاحات ترکیبی چه نوعی میتونن داشته باشن و چه جوری میتونیم بفهمیم دارن تموم میشن و قراره موج بعدی، جنبش بعدی ساخته بشه. اگر دقت بکنید اصلاح زمانی و اصلاح قیمتی خلاف جهت جنبشن، چون گفتیم اصلاح برعکس جنبش حرکت میکنه. اگر جنبش رو به بالا باشه اصلاح رو به پایینه، اگر جنبش رو به پایین باشه اصلاح رو به بالاه. اصلاح ترکیبی تو این قاعده مستثنا، یعنی ما میتونیم یه موج اصلاح داشته باشیم خلاف جهت جنبش قبلی، بعد یه موج داشته باشیم که هم جهت باشه. مثل اینجا ببین، اینجا یه اصلاح قیمتی کرده خلاف جهت، اینجا یه اصلاح زمانی کرده هم جهت با جنبش، دوباره اصلاح قیمتی کرده خلاف جهت، بعد اومده یه اصلاح زمانی کرده هم جهت، یه اصلاح قیمتی کرده خلاف جهت، یه زمانی هم کرده دوباره خلاف جهت. یعنی میتونه جهتش اینجوری نیست حتما باید خلاف جهت باشه، میتونه چند تا موجش خلاف جهت جنبش باشه، میتونه چند تا موجش هم جهت با جنبش باشه. این امواج اصلاحی خیلی مهمن. اصلاح ترکیبی عمدتاً زمانی که یک دارایی میخواد اصلاح بزرگ بکنه یا ریزش بزرگی بکنه یک دارایی، میاد از اصلاحات ترکیبی استفاده میکنه. مثلا قیمت به یک باره میریزه، میاد 2 تا کندل، 3 تا کندل یا حتی یه لانگ باره قوی یه دفعه یه اصلاح قوی میکنه، قیمت یه باره میریزه و ترس ایجاد میکنه.
بعد میاد یه اصلاح زمانی رو به بالا میکنه، قیمت یه کم میره بالا، همه خوشحال میشن که قیمت میخواد برگرد، دوباره یه اصلاح قیمتی قدرتمند میزن. عمدتاً تو ریزش‌های قوی زمانی که جهت ها میخواد عوض بشه، اصلاح عمیق اتفاق بیفته، ریزش‌های بزرگ اتفاق بیفته، ما از این نوع اصلاح ها داریم. اصلاح های ترکیبی عمدتاً به این شکلن: طی 2 تا 3 تا موج اصلاح قیمتی اصلاح میکنن. مثلا اینجا این یه موج اصلاح قیمتی، این یه موج اصلاح قیمتی، این یه موج اصلاح قیمتی. یعنی میان طی 2 تا 3 تا اصلاح قیمتی اصلاح میکنن. زمانی ها رو کاری نداریم، بینش وجود داره. اگر اومد تو 2 تا موج اصلاح قیمتی اصلاح کرد، در موج اصلاح قیمتی دوم یه اصلاح زمانی همجهت با اصلاح قیمتی داشته باشیم، مثل اینجا اصلاح قیمتی رو به پایینه، یه اصلاح زمانی هم دوباره رو به پایین داشته باشیم، احتمال زیاد قیمت برمیگرد. یعنی یکی از ویژگی های برگشت قیمت و راه شناخت برگشت قیمت که بفهمیم قیمت میخواد برگرده اینه که قیمت میاد موج اصلاح قیمتی دوم رو میزنه، بعد اصلاح زمانی همجهت با خودش میسازه. مثلا میاد تو 3 تا کندل شارپ میریزه تو موج دومش، بعد میاد 4 5 تا 6 7 تا کندل دوجی کوچیک کوچیک به سمت پایین میزنه و یه دفعه قیمت پرتاب میشه بالا. این یه نوع از اصلاح‌های ترکیبیه که جهت بازار رو عوض میکنه. اگه قرار باشه تو 3 تا موج اصلاح قیمتی یک موج اصلاح ترکیبی داشته باشیم، عمدتاً موج اصلاح قیمتی سوم، ببین این یک موج، ببین این یک موج اصلاح قیمتی، این موج دوم اصلاح قیمتی، این موج سوم اصلاح قیمتی. سومین موج اصلاح قیمتی ارتفاع خیلی کمی نسبت به 2 تا موج قبلی داره و ما میتونیم متوجه بشیم که این موج اصلاح ترکیبی داره تموم میشه. پس یه بار دیگه گوش بده. زمانی که ما 3 تا موج اصلاح قیمتی در اصلاح ترکیبی داشته باشیم، عمدتاً موج اصلاح قیمتی سوم ارتفاع کمی نسبت به 2 تا موج اصلاح قیمتی قبلی داره و از اونجا دیگه میفهمیم که قرار اصلاح قیمتی تموم بشه و جنبش بعدی به وجود بیاد، قیمت به سمت جهت برعکسش برگرده، به یه حرکت خوبی رو خلاف جهت داشته باشه، میتونیم بر اساسش معامله بکنیم. بریم رو چارت بررسی بکنیم این مثالایی که زدیم. و اینجا من یک موج جنبشی دارم. ببین این جنبش بوده، این اصلاح، این جنبش، این اصلاحه، این هم اصلاحه. از چه نوع اصلاحی هست؟ اینو نگاه کن. قیمت اومده تو یه چنل لانگ بار یه بخشی از قیمت رو برگردونه، اصلاح قیمتیه. اینجا نگاه کن، 1 2 تو 3 تا کندل تقریبا بخش زیادی از ارتفاع موج قبلی خودشو برگردونه. ببین اگر اینو یک جنبش در نظر بگیریم، اینو یک موج جنبشی از اینجا تا اینجا، یک موج جنبشی در نظر بگیریم، موج اصلاحی بعدیشو نگاه بکن با یه شیب تندی تو 3 تا کندل. ببین تقریبا 80% جنبش قبل خودشو برگردونه. به این میگن اصلاح قیمتی. با یه شیب خیلی تند در تعداد کندلای کمی بخش زیادی از قیمتو میاد اصلاح میکنه. به این میگیم اصلاح قیمتی. اینجا رو ببین، این جنبشه، این اصلاح قیمتیه، اومده تو 4 تا کندل تقریبا نصف این موج، 40% از این موج برگردونه. به این میگیم اصلاح قیمتی. این اصلاح زمانیه. نگاه کن ارتفاع این موج جنبشه، نگاه بکن. حالا این داره زمان مصرف میکنه. ببین کندل ها دوجی هن، دوجی کندل ها دوجی هن و یه بخش کمی از ارتفاع این موج داره مصرف میکنه و برمیگردونه. اصلاح زمانیه، داره وقت مصرف میکنه، اوردرها رو پر میکنن که جنبش بعدی رو بسازه. حالا موج اصلاح ترکیبی چه موجیه؟ ببین این اصلاح ترکیبی قیمتی زمانی. ببین دوجیان اینا. قیمتی یه دفعه 3 تا کندل قدرتمند، زمانی داره زمان مصرف کنه. ببین اینا دارن زمان مصرف کنن، همه دوجیان. دوباره قیمتی،
حالا اصلاح ترکیبی از چه نوعیه؟ ببین ما یک موج اصلاح قیمتی داریم در موج اصلاح ترکیبی یه زمانی. دومین موج اصلاح قیمتی داریم که قدرتمند، عمدتاً موج دوم ها میتونن قدرتمند باشن، یه اصلاح زمانی. و موج قیمتی، اصلاح قیمتی سوم که ارتفاع کمتری از دو تا موج اصلاح قبلی خودش داره. ببین سوم و بعد جهت عوض میشه. بریم مثال بزنیم. باز اینجا یه اصلاح قیمتی داریم. ببین قیمت یک باره اومده تا اینجا پایین، حالا داره زمان مصرف میکنه، همه دو جی، یه قیمتی قدرتمند زمان مصرف میکنه. حالا نگاه کن اصلاح زمانیه رو، جهتش داره عوض میشه، خلاف جهت این داره حرکت، این اومده پایین، زمانیه داره به سمت بالا حرکت میکنه و بعد جهت عوض میشه. این اومد تو دو تا موج اصلاح کرد. اینجا یه اصلاح، یه قیمتی یک بار اومده پایین زمانی، دوباره یه قیمتی، ببین دوباره یه قیمتی زمان مصرف میکنه، سومین قیمتی و جهت عوض میشه. طول موج سومی از دوتای قبلی کوتاه‌تره و بعد جهت کامل عوض میشه. بریم تو هر تایم فریمی بررسیش بکنیم. اینجا نیا کن، جنبش اصلاح قیمتی. ببین جنبش یه اصلاح قیمتی قوی، ببین قیمت یه باره اومده با یه شیب تندی تو دوتا کندل ریخته. جنبش، حالا اصلاح رو بررسی بکنیم. قیمتی یعنی قیمتی زمانی دو جی، قیمتی تا اینجا، بذار زومش بکنم. ببین قیمتی اصلاح کرده، بعد زمانی دوتا کندل دو جی، قیمتی یک باره ریخته، بعد یه دو جی داده، زمانی داره اصلاح میکنه. یه قیمتی موج اصلاح قیمتی سوم که کوتاه‌تر از دو تا موج قبلیه و جهت عوض میشه و جنبش بعدی ساخته میشه. این یک جنبش اصلاح زمانی، یک جنبش، حالا دوباره جنبش میشه اینجا، این شد اصلاح قیمتی. یه نکته خیلی مهم، زمانی که میخواین امواج جنبش اصلاحی بررسی بکنید، تو جلسه قبل گفتم، بازم تکرار میکنم، تایم فریم یک موج به شدت مهمه. یعنی زمانی که میخوای یه موج بررسی بکنی که مال چه تایم فریمیه، ببینی که آقا جنبش اصلاحیه، تایم فریم رو فراموش نکن، حتما هر موج در تایم فریم خودش باید بررسی بکنی. الان این یه موج اصلاح ترکیبی، این جنبشه، این اصلاح ترکیبیه. ببین اصلاح ترکیبی، اصلاح قیمتی زمانی، قیمتی زمانی، اصلاح قیمتی سوم بعد برعکس حرکت قیمت عوض میشه. پس اصلاح ترکیبی یا دوتا موج اصلاح قیمتی داخلش داره یا سه تا موج داره. اگر در موج اصلاح قیمتی دوم اصلاح زمانی همجهت اصلاح قیمتی باشه، این اصلاح ترکیبی تموم شده، جنبش به وجود میاد. موج اصلاح سوم قیمتی اگر بخواد به وجود بیاد، اصلاح قیمتی سوم طول موج کوتاه‌تری نسبت به دو تا موج اصلاح قیمتی قبلی داره و این نشونه پایان اصلاح ترکیبیه و حرکت برعکس بازار، این که قیمت برمیگرده و جنبش جدید ساخته میشه. برید دارایی‌های مختلف رو در تایم فریم مختلف بررسی بکنید، امواج اصلاح ترکیبی رو ببینید، باهاش آشنا بشید، تغییر جهت زمانی که یک جنبش جدید به وجود میاد ببینید چه اتفاقی داره میفته. باهاش خیلی کار داریم، تو جلسات بعدی میخوایم بیایم سراغش، میخوایم بفهمیم این اصلاح زمانی ترکیبی دقیقاً کجا تموم میشه، کجا ما وارد یک جنبش بشیم و حتی اون موج جنبشی کجا تموم میشه و باید ازش خارج بشیم. پس برگرد از اول، جلسات قبلی اگر ندیدی ببین، این جلسه رو حسابی تمرینش بکن طبق توضیحاتی که دادم. سابسکرایب کانال یادت نره، زنگوله رو فعال بکن. دوشنبه و چهارشنبه هر هفته قرار جلسات جدید آپلود بشه، جا نمونی. خیلی مخلصم.